امروز قرار شب‌های پرستاره ون گوگ رو روی دیوار با هم دیگه بکشیم. پارت دوم. ما تو پارت اول آسمونشو کار کردیم که میتونین بریم ببینیم و تو پارت دوم قراره کوه و دشت و درخت و خونه‌هاشو با هم بکشیم که نسبتاً سختی و جزئیات بیشتری داره. این اثر تو سال 1889 یک سال قبل مرگ ون گوگ توی آسایشگاه قبل طلوع صبح کشیده شد و از یک نقاش ژاپنی الهام گرفت. این نقاشی از هزاران خط توی هم رفته کشیده شده که باعث تفاوتش با نقاشی‌های دیگه میشه. ون گوگ تو این نقاشی از رنگ‌های تیره و محدودتری استفاده کرده و تفاوتش با نقاشی من اینه که من از تون‌های رنگی بیشتر و روشن‌تری استفاده کردم که این کار تو ابعاد بزرگتر بهتر بود. و مدت زمان نقاشی 40 روز طول کشید که تقریبا هر روز 10 ساعت کار کردم و میشه گفت تو این 40 روز تمام بخش روزمو به این کار اختصاص دادم و این دومین تجربه من از نقاشی دیواریم. و مثل همیشه مرسی که تا اینجا نگاه کردین. خوشحال میشم نظرتون رو در قالب یک جمله برام کامنت کنین. بدرود.